درود دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید به یک ویدیوی دیگر. این ویدیو مخصوصاً برای کسانی هست که در سطح A1 یا A2 آلمانی را یاد میگیرن. میخوام توی این ویدیو در مورد این صحبت بکنم که چطور میتونید روند یادگیریتون رو سریعتر و مؤثرتر بکنید. وقتی که من در گذشته زبانهای مختلف یاد گرفتم و الان دارم زبان فارسی را یاد میگیرم، دو نکته مهم فهمیدم. یکیش اینه که داشتن محتوای خوب و جالب برای یادگیری خیلی اساسیه. نمیشه فقط از یک کتاب درسی یاد گرفت. برای رسیدن به سطح بالاتر واقعا نیاز داریم به یه محتوای خیلی خیلی خوب که ما را درگیر میکنه، ما را جذب میکنه. نکته دوم اینه و این نکته خیلی مربوط با نکته اوله. روند یادگیری زبان باید لذت بخش باشه. خب چرا اینجوریه؟ چون که روند یادگیری زبان یک کار طولانی مدته، کار چند ماه نیست، کار 1 سال، 2 سال، 3 ساله و برای این کار نیاز به انگیزه داریم. انگیزه‌ای که ما را به سمت جلو پیش میبره. یه انگیزه قوی فقط به وجود میاد، حداقل نسبت به من، وقتی که واقعا دوست دارم به یه چیزی گوش بدم، یه چیزی بخونم و از این محتوا که جلو چشمام هست خسته نمیشم. به خاطر این میخوام توی این ویدیو بهتون یکم کمک بدم چطور میتونید محتوای مناسبی پیدا کنید و چطور میتونید با این محتوا کار کنید. محتوایی که باهاش کار میکنید، شما الان سطح A1 یا A2 هستید، باید در سطحتون باشه یا یکم بالاتر و باید شما را به چالش بکشه، ولی به اندازه‌ای که خسته نمیشید، به اندازه‌ای که حس میکنید که میتونید پیشرفت کنید، میتونید متوجه بشید. نصیحت من برای شما اینه که برای پیدا کردن محتوای مناسبی یکم وقت بذارید. این واقعا ارزش داره، چون که این محتوا برای چند هفته، چند ماه همیشه همراهتونه. وقتی که محتوای مناسب خودتون رو پیدا کردید و من میخوام توی بخش دوم این ویدیو یکم بهتون کمک بدم در این جستجو، سعی کنید روی این محتوا به طور متمرکز کار کنید. وقتی که راه‌های مختلف برای کار کردن با این محتوا برای خودتون انتخاب میکنید، سعی میکنید روی یه راه که برایتون مناسبه بمونید برای یه مدت. سعی نکنید که هر روز اینو عوض کنید، چون که نتیجه‌ای که شما دنبالش هستید یکم بعدتر میاد. نمیتونید فوراً اونا ببینید. حالا میخوام بهتون چند تا منبع معرفی بکنم که میتونید باشون کار کنید در زمینه‌های مختلف. داستان، اخبار، موسیقی، موضوعات روزمره، همه چیز که میتونه برایتون جالب باشه. یه راه خوب برای وارد شدن به زبان میتونه موسیقی باشه. درسته که خیلی از متن‌های آهنگ‌های مشهور از خوانندگان آلمانی یا گروه‌های آلمانی میتونن یه چالشی باشند، ولی به نظرم کسی که خیلی علاقه به یه موسیقی خاص داره یه راهی پیدا میکنه برای یادگیری زبان با آهنگ‌ها. ولی یه خبر خوبی هم دارم، چند تا برنامه‌ها یا پیج‌ها هم هست که مخصوصاً برای زبان آموزان حتی در سطح مبتدی ساخته شدند. یه همچنین بندی که برای زبان آموزان موسیقی میسازه میونیک سوپر کرو هست. در کانال یوتیوبشون یا در پیجشون آهنگ‌ها برای سطح A1، برای سطح A2 و حتی B1 پیدا میکنید که استفاده از اونا بهتون قطعاً خیلی کیف میده، به شرطی که از موسیقی پاپ یکم خوشتون بیاد. این گروه خیلی حرفه‌ای هست، موزیک ویدیوهای جالبی هم ساختند و متن‌های آهنگ‌هاشون به نظرم خیلی مناسب و همینطور لذت بخش برای یادگیری آلمانی هستند. یه پروژه دیگر که میتونه به نفعتون باشه در این زمینه پروژه داین بند از دایچه وله هست. یک بند به اسم اوکی دانکه چوس 10 تا آهنگ برای زبان آموزان در سطح A2 و بالاتر ساختند درباره موضوعاتی مثل عشق، بوروکراسی، شبکه‌های مجازی و غیره. میتونید هم متن این آهنگ‌ها و چند تا تمرین توی پیجشون پیدا کنید. سطح این آهنگ‌ها یکم بالاتر از پروژه‌ای که قبلا گفتم، ولی کار کردن روی این آهنگ‌ها میتونه خیلی ارزش داشته باشه. شاید بعضی از شما هم دوست دارید اخبار آلمان را بخونید و با این اخبار زبانتون رو تقویت بکنید. بهترین صفحه که در این مورد پیدا کردم صفحه Nachrichten leicht, der Wochenrückblick
in einfacher Sprache بود. یه بار در هفته هر جمعه پخش میشه و اخبار هفته گذشته رو در مورد سیاست، ورزش، اقتصاد و فرهنگ منتشر میکنه. میتونید به این اخبار گوش بدید، میتونید هم بخونید. یه لغتنامه برای اصطلاحات مهم هم در پیجشون پیدا میشه. همینطور که گفتم زبان این اخبار ساده شده است، ولی نه تا این حد که مثلا اصطلاحات خاص استفاده نکنند. چند تا صفحه دیگر هم هست که اخبار را در یه زبان حتی آسونتر ارائه می کنند تا حدی که فقط از جمله اصلی ساده استفاده می کنند. جمله فرعی اینجا پیدا نمیشه. برای سطح A1 خیلی خوبه. یه برنامه اخبار هست برای نواحی مرکزی آلمان مثل تورینگن، زاکسن، ساکسن-آنهالت و یکی برای شمال آلمان. این برنامه ها که دیدگاهشون یکم محلی تره هر روز پخش میشه. یکی از امکانات خوبی برای تقویت آلمانی اینه که متنای جالبی در مورد موضوعات به روز متنوع بخونید. روزنامه دی زایت پیشنهاد خاصی برای زبان آموزان داره. اسمش دویچ پرفکت هست. این صفحه پر از منابع با ارزش برای 3 تا سطح هست. leicht، mittel و schwer. leicht برای سطح A1 و A2 هست. پس اینا میتونید اینجا انتخاب بکنید. دویچ پرفکت متنا و فایل های صوتی مجانی داره. همینطور یه مجله‌ای داره که یه بار در ماه پخش میشه و قیمتش 10 یورو هست در ماه. ولی میتونید هم در صفحهشون منابع مجانی زیاد پیدا کنید و الان بهتون نشون میدم چطور. وقتی که میرید روی این صفحه برید پایین و اونجا میبینید که دویچ hören، دویچ lesen و دویچ üben نوشته شده. شما میتونید یکی از اینا انتخاب بکنید. برای گوش دادن دویچ hören دقیقاً اینجا کلیک کنید و همه محتوا براتون ظاهر میشه. واقعا کیفیت این مقاله ها خیلی خوبه و مطمئنم اگر یکم بخونید، یکم بچرخید، چیزهای خیلی جالب پیدا میکنید. منبع بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم صفحه مدرسه برای ناشنوایان هست. اونجا واقعا متنای خیلی خیلی خوب جمع شدند در مورد موضوعات خیلی متفاوت و شما میتونید اینجا در سمت چپ موضوعتون رو انتخاب بکنید. مثلا مärchen، افسانه یا شعر به زبان ساده، کتاب‌های کودکان، همینطور متنا در مورد تاریخ یا در مورد شخصیت‌های مختلف و غیره. مثلا میتونیم اینجا روی aus dunkler Vergangenheit از گذشته تاریک کلیک کنیم و یه موضوع انتخاب کنیم. مثلا Die Geschwister Sophie und Hans Scholl. بخشی از این متنا هم سطح بالاتر از A2 داره ولی کلاً این متنا در یه آلمانی قابل فهم نوشته شدند. خب بریم سراغ پادکست ها و فیلم ها. واقعاً برای سطح A1 و A2 خیلی فیلم و خیلی پادکست وجود نداره ولی دوست دارم یه فیلم و یک پادکست با ویدیو براتون معرفی کنم. شاید در ذهنتون همه این سوالات در مورد آلمان و در مورد آلمانیا هست. چجوری هستند؟ آلمان چجوریه؟ آلمانیا همه ورست میخورند و همه این سوالات. یه برنامه‌ای هست به اسم Deutschland Labor، آزمایشگاه آلمان، و در هر بخشی از این سریال یه سوال مطرح میکنند در مورد آلمان، آلمانیا و جواب پیدا میکنند. میتونید با این برنامه با ذهنیت و فرهنگ آلمانیا بیشتر آشنا بشید. یه برنامه دیگه که شاید بعضی از شما هم میشناسید نیکوز ویگ هست. این از دویچه وله اومده. دویچه وله اینو درست کرده و یه سری فیلم ها هست از سطح A1 به سطح A2 B1 و اینا و در این فیلم ها زندگی و چالش های نیکو که تازه به آلمان اومده نشون میدن در آلمانی خیلی یواش و ساده. برای هر بخشی، برای هر موضوعی توی این فیلم یه درس هست، تمرین ها هم هست که میتونید ازشون استفاده کنید و از این فیلم هم نه فقط به عنوان یک فیلم بلکه به عنوان یک کورس استفاده بکنید. چیزی که به نظرم هم خیلی خوب برای یادگیری و تمرین زبان داستان ها هستند.
منابع زیادی هست برای داستان‌ها. میخوام چند تا بهتون معرفی کنم. یکیش عمیق لیزن هست، یه برنامه مجانی که شامل 34 کتاب کودکانه. هر کتاب کودکان در 9 تا زبان آمده و برای همه این کتاب ها در هر زبان یک اودیو ورژن، یعنی یک کتاب صوتی هست. Am 13. August 2006 schwimmen zwei Brüder im blauen Meer an der Küste Südafrikas. دو جوان در روز 13 اوت 2006 در آبهای آبی رنگ ساحل آفریقای جنوبی شنا می‌کنند. این باعث میشه که میتونید به طور خیلی خاص با این کتاب ها کار کنید. میتونید این کتاب را در زبان فارسی و آلمانی بخونید، میتونید آلمانی را بخونید، فارسی را گوش بدید. راه‌های زیاد برای تمرین زبان آلمانی با این کتاب‌های قشنگ هست. Im kühlen Garten bleiben wir und trinken roten Saft. Die Blätter der Bäume rauschen wie das Meer. یه امکان دیگر که میتونید هم ازش استفاده کنید، یه کانالی هست که من جدیداً درست کردم و توش میتونید دیالوگ ها و داستان های متفاوت برای سطح های متفاوت پیدا کنید. اینجا مثلا یه ویدیو پیدا میکنید که شامل 9 تا دیالوگ برای سطح A1 در مورد موضوعات روزمره. ساب تایتل های فارسی هم صحیح میکنم، درست میکنم و میتونید این ویدیو را مثلا با ساب تایتل و بدون ساب تایتل هم ببینید. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراهم بودید. خیلی خوشحال میشم اگر میتونستید یکم در کامنت بنویسید آیا شما یه چیزی پیدا کردید بین این منابع یا شما ترجیح میدین چه چیزهای استفاده بکنید در روند یادگیری. ممنون میشم اگر این ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون بفرستید. تا ویدیوی بعد.